سلام، من اپتومتریست زهرا دشتی هستم و توی این ویدیو میخوایم نحوه گذاشتن و برداشتن لنز اسکلera رو به شما آموزش بدیم. برای این کار ما دو تا ابزار داریم. یک پلانژره که با اون لنز رو روی چشم قرار میدیم و ریموور که با اون لنز رو برمیداریم. بعد از اینکه دستامون رو کامل شستیم، لنز رو از توی جالنزیش در میاریم و روی پلانژر قرار میدیم. پلانژر رو فشار میدیم تا هوای داخل اون تخلیه بشه. لنز رو روی اون قرار میدیم و دستمون رو رها میکنیم. دیگه این لنز فیکس شده روی پلانژر و نمیفته. داخل لنز رو پر از محلول میکنیم. این محلول میتونه سرم شستشو باشه، آب مقطر یا قطره‌های اشک مصنوعی. توی این مرحله من از قطره اشک مصنوعی برای پر کردن لنز استفاده میکنم. دقت کنید که لنز باید کامل پر بشه و اون حالت گنبدی شکل رو به خودش بگیره. توی این مرحله میخوایم لنز رو روی قرنیه بیمار قرار بدیم. نکتهش اینجاست که بیمار باید کمی به سمت جلو خم بشه، پایین رو نگاه بکنه مرکز لنز رو و ما این لنز رو به سمت مرکز قرنیه نزدیک میکنیم. بیاید به سمت جلو، پایین رو نگاه کنید، پلک پایینیتون رو نگه دارید. وسط لنز رو نگاه کنید، وسط لنز. وقتی که لنز با قرنیه تاچ شد و اون مایع رو ما احساس کردیم، یه فشار میدیم و پلانژر رو به سمت داخل فشار میدیم و رهاش میکنیم. باید دقت کنیم که بعد از اینکه لنز رو میذاریم، لنز رو بررسی کنیم. با همین نگاه چشمی هم میتونیم نگاه کنیم ببینیم که پشت لنز حباب نباشه. اگر که پشت لنز حباب بود، باید مجدد لنز رو در بیاریم، پر از مایع کنیم و این مراحل رو تکرار کنیم. ببینید لنز کامل روی قرنیه قرار گرفته و هیچ حبابی پشت اون مشاهده نمیشه. برای برداشتن لنز ما از این وسیله ریموور استفاده میکنیم. این دیگه مثل پلانژر داخلش تو خالی نیست که فشارش بدیم، یه چیز سفتیه. ریموور رو لبه لنز باید قرار بدیم. حالا فرقی نمیکنه، بعضی لبه خارجی راحت ترن، بعضی بالا راحت ترن، ولی باید دقت کنید که به هیچ عنوان مرکز لنز قرار ندیم، چون مکشی که ایجاد میکنه به سختی هست و ممکنه که بیمار اذیت بشه. ریموور رو در قسمت خارجی لنز اون لبه قرار میدیم، یه مکشی ایجاد میشه، یک هوای زیر لنز میره و به راحتی جدا میشه. ریموور رو روی لبه لنز قرار میدیم. حالا اینجا یکم بالاتر یا پایینتر فرقی نمیکنه، یکم به سمت داخل فشار میدیم تا این بچسبه به لنز و خیلی راحت لنز جدا میشه. داخل جالنزی قرار میدیم و محلول رو روش میریزیم.